درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و در برنامه امروزه ما به گنجور دست میزنیم که دردانه های بی‌بها در آن نهفته است و گلدوزی یکی از هنرهای قدیمترین مردم تاجیک به حساب می رود، خاصتا چکن که همون نقش و نگاری قدیمش تا به امروز باقی مانده است. حتی عالمان تاجیک همراه عالمان روس از فرخار نقش و نگار چکنی را پیدا کردند که به عصر 2 و 3 تعلق دارد و امروز در برنامه ما را پروفسور ظفر میرزاییان همراهی میکنند که به واسطه در همین سمت تحقیقات گسترده بردند و از نازکی و از نقطه های مهمی همین هنر برای ما خواهند گفت. درود استاد، هنر چکندوزی به واسطه در تاجیکستان به مردم کلاب تعلق دارد. به واسطه در این منطقه بیشتر به همین هنر میل دارند، به عنوان زیادی هستند که به چکندوزی مشغول هستند. چرا محض این منطقه بیشتر به همین هنر میل دارد و هنر چکندوزی در منطقه کلاب بیشتر رشد یافته است؟ درود، بسیار سپاسگزارم که با همین یک نمایش بگیریم یا ثبت بسیار مهم برای فرهنگ تاجیکان مرا دعوت نمودید. من بسیار سپاسگزارم و پیش از آغاز مطلب همین نکته را باید بگویم که من همیشه در اندیشه بودم که همین واژه چکن از کجا پیدا شده است. چرا این واژه تنها در مردم وادی کلاب هست، در دیگر جایها نیست. و پس از جستجو ریشه‌کاوی همین واژه چکن دیدم که ما اگر که در خویشاوندان خود نیابیم این هر یک واژه گذشته را باید جستجو کنیم در خویشاوندان حتی دورمان و میبینیم همین زبان‌های مثلا روسی، اسلامی دیگر که خویشاوندان زبان ما می باشند، میبینیم در اونجا کلمه چکانکا وجود دارد. چکانکا چکانید یعنی خاصکاری میده‌کاری ها است و کلمه با چکامه هم بله این چکیده است که و چیز میکند و این چکامه چکک که میگن اینا گرفتن اون شعرهای خیلی زیبا را چکامه هم نام کردن، آفریده های زیبا را. و حتی این در لغت اتیمولوژی یعنی ریشه شناسی فاسمیر من در اونجا گفتم که کلمه حتی چکوش که این رفته به زبان ترکی رسیده است و از زبان ترکی دوباره به زبان تاجیکی فارسی برگشته است. چکوش این همین از همون چکن است، یعنی چکن که است که میده‌کاری میکنن. و خودی چکن هم بین چکن یا چکن در لغتنامه ها در لغتنامه های خیلی بزرگ، بله خیلی بزرگ، در برهان قاطع است، در کشف است، در دیگر قیاس لغات است. و پس مردم کلاب یعنی تا امروز توانستن همین معنی واژه چکن را نگه داشته آمدن. و یک چیز را من حتما تاکید میکنم که البته نقش های یعنی آفریده های چکن مردم کلاب ویژه‌اند، دیگرگونه‌اند، اما در دیگر تاجیکان هم این کاسه‌گل ها را میدوزند. مثلا مثل مردم مثلا بخارا، خانم های بخارا میدوزند، لیکن زمینی این بردیواری اساسا میگن کشیده دوزیشان سیاه هست و در اون هم باز هم همین کاسه‌گل های چکن وجود داره. ولی چکن منطقه کلاب از آن فرق میکند که در آن رنگ های بلند زیاد استفاده میشود. بله این شما بینید در چکن بیشتر و بیشتر، البته حالا کمی تغییر یافته است، 3 رنگ فراگیری این است، یکی رنگ سرخ، رنگ زرد و رنگ بنفش. اما این 3 رنگ تابش های گوناگون دارند. مثلا بنفش یعنی سبز هم می شود، کبود هم می شود، اینا هم می شود. برای آنکه این 3 رنگ اساسی حتی رنگ پرچمی درفش کاویانی بود که میگد که فروهیشت زو سرخ زرد و بنفش همه خواندش کاویانی درفش. واقعا همین چکنی که عین حال در این دیوارها آویخته شده است شکلی قدیمه چکن است. بله. قبلا همین گونه چکن ها مثلا در متای سرخ بیشتر دوخته میشد. متای سرخ یکی از مهمترین متاها در چکن به حساب میرفت. میدونید چرا؟ باشد برای آن که نقش چکن این نقش آفتاب است. بله.
و آفتاب اساسا سرخ است و زرد. واقعا. و همون کاسگل ها همین دور یکی از مهمترین خاصیت های چکن همین گل دور است. کاسگل ها است. و در هر یک گلدوزی 3 تا کاسگل است. آفرین، بسیار خوب دریافتید. کس اهمیت نه خوب بگذار برای دیواری بزرگ 4 تا میکنند و چند دیگر کنند، لیکن اصلا همون 3 اصل آریایی در اینجا ترسیم شده است. همون پنداری نیک، گفتاری نیک و کرداری نیک. یعنی این 3 اصل آریایی چنان حکمت بزرگی هست که در همین 3 واژه 3 کلمه همه اسراری صلح و به هم آمدن و به همدیگر را دوست داشتن در همین جای است. اگر پنداری تو نیک باشد، خوب پنداری با پنداری اون درست بیاید، پس کردارت رفتارت خوب باشد و گفتارت خوب باشد. اگر صبح بخیزی و بگویی که خوب شما خیلی زیبایید، خوشرویید فلان و طرفدار، اون خرسند میشد. یعنی آغازی به هم دیگر به هم آمدن است، آغازی وصل است. بله وصل. و واقعا همین فرهنگ ما آنقدر بای و رنگین است که در هر یک مثلا نقش میتوان فلسفه خاصه را پیدا کرد. یعنی اینقدر مردم ما به فلسفه، به مهر، به خورشید قرین بودند که حتی در همه چیز همین رمز را دیده میشد. مثلا از جمله همین چکن که رمز خورشید است و خورشید در فرهنگ قدیمه ما این یکی از مهمترین رمزها به حساب می رود. رمز محبت، رمز گرمی، رمز آمدن بهار، رمز شکفتن ها است. در حقیقت وقتی که انسان از خواب میخیزد، آفتاب باشد همه روشن میشود. اگر آفتاب نباشد در تاریکی منبع زندگی است، منبع روشنایی است. اون وقتا این برق‌ها اینا نبود. مخیان. خب دیگر آفتاب است که گرمی میآورد در خانه، در جای دیگر. و وقتی که تبسم آفتابی میگن، ولی وقتی یک گرمی از تبسم انسان از یکی به دیگری میرسد. برای همین براستی همین نقش‌های چکن همون عکس آفتاب است. و ببینید که همین پایداری، همین فلسفه غنی داشتن چکن باعث به آن شد که سال 2018 چکن بر روی خط رپرزنتیوی یونسکو داخل شود و همچون یک میراث غیر مادی مردم تاجیک که در آنجا ثبت شده است. و بعد از این باز هم تلاش در تاجیکستان شد که بیشتر همین گلدوزی، بیشتر همین نقش دوزی رواج یابد و خاصتا در منطقه کلاب. امروز مرکزهای زیادی هستند که به دختر چکن مشغول هستند و همچنین به نفرانی که خواهش از خود کردن دارند بانوان به جوانان می‌آموزانند که این هم یک عنعنه قدیمه ما هست که از نسل به نسل میراث می‌یابد، از مادر به دختر، از بیبی به دختر و همین گونه سال به سال، قرن به قرن انتقال می‌یابد. و مهم این است که اصل آن از بین نمی رود. یعنی به همون اصل، به همون گنجینه اساسی آن، به همون رمزی اساسی آن بسیار صادق میمانند و کوشش میکنند که آن با گذشت وقت‌ها تغییر نیابد. یکی از مهمترین خدمت‌های گذشتگان ما همین است که یعنی تغییر نمیدادند، همون فلسفه‌اش را عوض نمیدادند. من بانوان محترم در اینجا شستم، من در ذکاوتی پیشوای ملتمان جناب عالی محترم امالی رحمان همیشه در شگیف، در حیرت میمونم. این کس اینقدر گذشته رو میدانند و آینده رو نیز پیش بینی میکنند. دوباره همین زنده کردن هنرهای مردمی، مثلا چکن از جمله فلک دیگر رو بسیار معنی بزرگی دارند برای ملت سازی، ملت رو از نو درست کردن، برای که در ظرف هزار ساله های یا زیر یوغی مثلا بیگانگان بودن ما فراموش کردیم بسیار گذشته های خود را. و پیشوای ملتمان محترم امالی رحمان باشد اینا را برای بازنگری به گذشته خود، همین یک چیز است، رنسانس. یک رنسانس یعنی دوباره زنده شوی، یعنی بازایی، احیاگری. دوره هست که اکنون ما میتوانیم انمون گنجینه های به بها را از گنجوری گذشته ملت خود پیدا کنیم و بیرون براریم و دوباره احیا سازیم. بله درست است. این بسیار همین فلسفه دولت سازی و ملت سازی است. باید بداند که
آخر در آن سالهایی که دیگرها چیکار مثلا در یونان باستان چه چیزهای مثلا قصرها می آفریدن ما چیکار میکردیم گذشتگان ما اولین دهقانان بودن یعنی دهنشین برای همین اونا زندگی مردم کشاورز بیشتر به آفتاب ارتباط داشت یعنی آفتاب کی می برآمد در کدام برج آسمان میشید که تا او کشت کند کشت بردارد دیگر کند برای همین حتی جشن هامون که نوروز است این با آفتاب ارتباط دارد مهرگان است مهرگان به گرمی است صدا رسیدن آفتاب و حتی شب یلدایی که داریم همون شب چیلنشینی است که گویا آفتاب تولد شده است و وقتی که با همان آفتاب در خانه کلابیان میگیم که آفتاب در خانه یکی نوروز میشود وقتی که آفتاب به خانه خودش میرود و باز ما یک واژه دیگر داریم آفتاب در ترازو آفتاب در ترازو میگیم در همین چیزی خلقیمون این همان وقتی است که در تیرما باز تعادل تیرمایی میشود شب و روز برابر میشود یعنی استاد همین چکن این طبیعت است بله طبیعت است آفتاب است مهر است گرمی است یعنی تمام فلسفه فرهنگی ما را میتوان از همین یک کاسگل پیدا کرد و ببینید که مثلا همین نقش وقتی که سرعزم را جستجو میکنند در مثلا کلالگری پیدا می شود یعنی نقش وقتی که یک موضع تاریخی را بازیافت میکنند در اونجا هم در بازیافت های تاریخی همین نقش را میبینیم یعنی اینقدر نقشی مهم نقشی اساسی و نقشی برجسته است که در تمام عنصرهای فرهنگی ما دیده می شود بله ولی گذشتگان ما آخر برای خط اینا همش ایجادکار بودن آفرنده بودن فرهنگی بودن ببینید ما اگر درباره نقش‌های چکن گیم یک چیز را باید میاریم نقش‌های اطلس را مثلا متاسفانه خیلی من نشیدم از کسی هر کس با از دیدی خودش سخن میگوید در دیدی من در همین نقش‌های اطلس میگه نقش نیست بلکه مثلا با گفتی نقاشان اروپایی شتریخ‌هایی هست که این ما اگر یکان بار در اسب سوار شوید و از دشت ها اسب را دوونید یا که در ماشین تیز گذارید اگر همون سبززاران مثلا دنغره رو اینجا را بینید همین رنگ ها همین خیلی همون پالیتره رنگ های اطلس دیده می شود در آن عجب دیده عجب نگاه عجب فلسفه واقعا و امروز باعث خوشنودی است که بانوها زنها در منطقه کلاب در منطقه گوناگون کشور با چکندوزی مشغول هستند مثلا همین گونه مادران زیبای ما که محبت دارند به این گلدوزی به این نقش و کوشش میکنند که همون اصلیت آن گم نشود و آن را نگه میدارند خب من میخواستم از خاله بپرسم که این هنر رو از کی آموختند و چگونه آموختند من این هنر رو این کس را از مادرم آموختم مادر من بسیار یک زنی هنرمند زنی چیور بودن و همه پختن خوراک و تمام نمودهای خوراک ملی تاجیکی را از مادرم آموختم همین هنر را هم از خود مادرم آموختم که مادر من بسیار زن هنرمند بود سالهای سال بود استاد سالهای سال بود که ما مقصد همه قریب از بین رفته بود وزیر خیلی گفته گذاشتین شما قریب از بین گذشته رفته بود مردم کم توجه داشتن البته تشکر به محترم جناب عالی که بعدی همین استقلالیت از نو همین چیز رو احیا کردن وقتی عروس خواستگاری می اومدن کو میگفتن که تیار نیست دختری ما برای شوهر دادن تیار نیست برای چی تیار نیست ولی ما چادر نداریم ولی کرته چکن عروسی نداریم چادر رو بسیاری میدوختن بله وقتی که مادر من بله شب‌های درازی زمستون چقدر شب‌های دراز نه در شب‌های زمستون مادر من یگان تشکیلی میکردن با گفتی خچون فرض کردیم یگان خوراک ملی میپختن دنگیچه میپختن دنگیچه رو در بالای وای میموندن ما دکده و جوشیدن میگرفتیم ما همه یک بردهوله گردش در دخترای بسیاری جمع شدیم 10-15 تا دختر چق کرده و صحبت کرده و هر یک ما مادرم وای میداد نمی گلا میگفت اگر بود نکنی امشب خونه میشی برای همون ما کوشش میکردیم که همین کلا مقصد بود که تو مثال روز سفید شدن تو برآمدن افتوبه وقتی که ما اینقدر تو با دختن و گیر میشدیم
یکی وای میگفت که مادرم میگفت که یک دنگیچه پخت بیاین اول دنگیچه بخوریم. یعنی همین گونه مثلا به هم آمدن زنها در یک جا جمع شدن و گلدوزی کردن همچنین یک بزم فرهنگی رو نیز به پا میکرد. یعنی اونجا می نشستن شعر میخوندن روبایی خوانی میکردن، یعنی یک بزم فرهنگی یک گنجوری دیگر اونجا برپا میشد که مثلا باز از ذخیره های فولکلوری دست میزدند و همون روبایی های خلقی رو میخوندن. یاد من هم هست که مثلا ما وقتی که خرد بودیم در دهه مادرم گلدوزی میکردن، خیلی گلدوزی میکردن و اپا و خواهرها هم که اونجا در نزد مادرم می نشستن همین گونه مثلا چادرهای کلان رو تقسیم میکردن، یک گل رو به مادرم به یک اپا میداد، یک گل دیگر رو به دیگر و همین گونه تقسیم میکردند و در یک مدت معین اون رو میدوختند و همین گونه فرمایش ها میشد. فرمایش ها میشد از گل عروسان، از اونایی که توی داشتن و این گونه چادری ها بیشتر بالای تخت کورپه ها پرتافته میشد. بالای کورپه هایی که وقتی اومد شمع شد خونه دختردار دا تخت میزدن. وقتی که تخت میزدن این امی از صلح باید مادرامون هم نقل میکردن، بیبیامون هم نقل میکردن که البته در بالای همون تخت کورپه چورا تل میچیندیم، در بالای و یک چادر میپرفتیم، در بالای چادر 3 تا تاقی گلدوزی کلچه میموندن. و چادر حتما باید که چکن باشه. حتما چادر باید که چکن باشه. چادر که گفتیم چکن در نظر داریم، باید که چکن در بالای 3 تا تاقی چکن میموندن، بالشتای گلدوزی چکن میموندن، بعد کلچه میموندن، آینه میموندن که محترم استاد این رمزای خودشون داشتن با. و در کدام چند مدت این رو میدوختید؟ مثلا یک روزی کردن مثلا حجمی کلان دارد؟ بله اکو وابسته که مثلا ما 10 متر میکردیم، در 10 متر 3 تا متاع میشد. مثلا با 8 متر میکردن بعضی عروسامون مثلا وابسته به اما خواهش چون 8 مترش 2 تا متاع داشت. با همه متاع مثلا چه خیلی که استاد گفتن در گفته گذاشتن همه رمزی آفتاب یک نقش نگارهای کلابی ما با یک رمز خاصی چونن یک رنگای بلند قطع استفاده میبرن که بسیار از دیگر نقش نگارا و کشیده‌دوزی های دیگر ناحیه ها از ما بسیار فرق میکنن. و مادرتون همین نقش ها رو خودشون با قلم میکشیدن؟ قلم میزدن. قلم زنی. اول مثلا در متا پیش از آنه که دختر شود اول قلب ها داشت؟ نه اول همیشه دستشون راست شدگی بود که خودشون همیشه قلم میزنن. اساسا یک همسایه‌مون بسیار زنی مثلا چهور و هنرمندی قلمکش مخصوص داشتیم. مادر من بسیار دوزنده خوب بودن. بعد وقتی که او کس قلم میزدن ما فکر میکردیم که همین چقدر قدر گرده شروع میان راست میاد کجلان نمیاد، فکر میکردیم چینی میمونه یا پیوله میمونه یا یگان چیز استفاده می همین خیلی دستای همون کسا هنرمند بودن که دستاشون همین خیلی راست بود که به یوردم یگان پیوله استفاده مثال یگان چیزی که باید گیر بیاد خودش همین خیلی دورش بسیار گردی شروع میومد راست میومدن. وقتی که انا قلم میزدن چادر بود میکردن بعد رنگ میشنوندن که مقصد که امی گلیمو چی رنگ باشد نامش رو مینویستن. بله امی جا مقصد که گل اگر از بین امی محتوب آفتاب نگفتیم که امی وقتی که میومد مقصد که درنی امی زرد باشد درنش زرد باشد زرد میزن، اینجا سرخ میزن، سیاه داغ گلابی فرض کردیم امی هر یک سبز هر یک رنگ در درونش مینویسوندن. وقتی که ما مثلا با دختن شروع میکردیم الکی میدونستیم که مقصد که همه گل باید که زرد بیا، اینش مثلا کبود بیا، اساسا همه محتوى سفید هم بسیارتر استفاده میبردیم، بسیارتر سفید استفاده میبردیم که اینا چقدر چودر دستانه دیول هستن. بله همه بسیارتر سفید در گوده قفوش ما بودگی کن اما چیزی که مثلا سفید باشد این با یک رمزی خاصی خدشه داشتن و مقصد که تا همه جوازی عروس تیار نمی بود ما دخترمونه با شوهر نمی دادیم. بله عجیب بود و همه چیز با دست دوخته میشد. نه تنها ما مثلا بردیولی می دوختیم، کرتای چکنی عروسی می دوختیم، برای شب توقی مخصوص می دوختیم. همین توقی ها؟ بله میون بندی مخصوص می دوختیم برای شراب مثلا پیشتر که برای شجاعت می گفتیم برای بسر شرفتن همو جامعه و توقی و میانبند برای شهروان میکردن که
مقصد شه همراه پوشیده گشته و خونه عروس به سر عروس بیافتن. بعد با دوره مسعود بر کاروتی میگفتن، بر دیوانی میگفتن. او با خودش مخصوص گلایخچه داشت، یک حجمی مخصوص داشت که مقصد بر دیولی قدر بر دیول بلنده. او چیزی که ما میگیم بر کاروتی میگفتیم میه حجمی که فقط پایانی همون دیوان دمیه، پایانی همون کاروت دمیه ما تمون چون کاروت میگفتن که دیوان اومدن. عجیب است. قدر چیزایی بودن که تشکر به همین محترم جناب اولی که همه را با تشبوسی همین کس با دستگیری همین محترم جناب اولی باور کنین زنده شدن. همه چیزایی که ایبان رفتگی بودن واقعا از و یک چیزی دیگر است. این شیروزه‌اش است نه در اطرافش. این به خاطر مستحکمی، به خاطر مثلا رشته ها نبر آمدن می‌دوزن. وقتی که ما چوده را با آخر میرساندیم و تمام میکردیم، دوختیم تمام کردیم، این هنرمند با هنرمند الهیده بود با یک کار شخصی دیگر است. یک کس دیگه باید وظیفه وای بود که مثل پاپور است. بله بردیولی هم میبردیم بود که کردیم. او کس نمیدن، او کس با واسطه ماشینه همین خیلی وای میکردن که همین یانگای ما همین چیزا سورتر چی میکردن، ما بود میکردیم میبردن دستی یانگام دامید بدیم. بعد هم نمودی بردیولی را زیبا میکنه، هم همین لوای مقصد که همین طرف وای بدگیشه رشته هایش نمیبره، رشته هایش نمیبره، هم نمودی همه دیگر میشود. بسیار احترام داشتند چون که در هر جا اینا نمی پرداختند. مثل بر دیواری که مهمان میاد فقط در دیوار در جاهای بلند. شو عروسی که در اینجا پسی و اینجا و بالی چقدر مقدس است برای مردم ما. ببینید گهواره بالای گهواره رو میپوشوندن با همین و در زنها دستبنده که کودکان میبستیم همون دستبنده کم چکن میکردیم و زنها در آستین خب در دامن، یعنی برای دامن باید پاک باشد. آستین برای آن که مثلا اگر لازم شود از نامحرمان خیلی خود پنهان کردن در پشت ممکن نبود. در پشت نبود و اینا جای دارد. وقتی که یک مهمان خارجی میآید و پیشینه 8000 ساله فرهنگ ما را میبینیم، اونا در حیرت میمانند و اینا را پیوستگی چکن نه تنها در متاع است. شما ببینید تنوری ما گرد است مثل آفتاب، گرم است مثل آفتاب. ما چی لازم است کلچه‌ای که میپزی یک ساعت دو ساعت یک روز پس اون میخوری، لیکن کلچه هم همین نگاره های چکن، نان ما هم همین رنگ ها دارد. دو که وای میکند نیم دایره است، لیکن در اونجاش همون عکس های مثلا آفتاب است. همه این یعنی در افزارهای کاری ما، در مثلا خانه ما نقش چکن، بله زینی اسباب در همه جا این فراگیر است. برای همینم من وقتی که میبینم در بالای چکن یگان رقاصه رقص میکنه بسیار سخت آشفته میشوم، نمیخوام. این یک رمز مقدس است. توصیه شما چی است به آنهایی که اکنون پرچم رو به دست گرفتن، اکنون این هنر رو پیش میبرند؟ آن که ما مردمی مثلا کلاه خصوصا پاس میداریم این گذشته همان رو نتیجهش رو دیدیم که با خودی جهانی شد چکن. یعنی دیگر اگر حاضر یک خارجی اگر ببیند اگر میفهمد این از تاجیکستان میگه، همون گونه که در پاریس یک همایش بسیار بزرگ شد که در اونجا دخترای چکن پوشی حتی فرانسوی هم ایرانیایی که در فرانسه هم خسته رقص کلوبی کردن. واقعا تشکر زیاد، تشکر شد به شما هم که امروز در این برنامه اشتراک کردید و زیاد از صحبت شما لذت بردم و معلومات های جالب نیز گرفتم. تشکر و باشد که همین رمز همیشه گرمی بخشد به زندگی ما همیشه این رمز مقدس داریم چون بیان کننده گذشته ما، بیان کننده فرهنگ غنی ملت ما است. سپاس به شما. با اجازه شما من در فراورد یک بیتی رو نگفته نمیتوانم. یک شاعری است خوب هم زبان ما است، از وطن ما است، لیکن میگه که عشق من انگورها جوشیدن، دختران شهر گل پوشیدن. بله. بسیار دختران
شهر و دیهات ما همیشه گل بپوشند. و این گل است. زنده باشید. تشکر. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه امروزه گنجور رسیدیم. ما امروز از گنجور فرهنگی ملت خود دردانه را باز کردیم که نامش چکن است و درباره آن معلومات های جالب دادیم. استاد و معلمه عزیز نیز امروز به این برنامه رنگ دیگر بخشیدن. من به شما سپاس میگویم. بگذار که همیشه زندگی ما رنگین باشد، همیشه گرمی خورشید و ما نیرو و الهام و عشق بخشد. خیر دوستان عزیز، تا برنامه دیگر.